به نام خدا. سلام عزیز. یک روز یک نوجوانی که در یک روستایی زندگی میکرد آرزو داشت که خیلی زود بزرگ بشه، خیلی زود رشد کنه، خیلی زود پولدار و ثروتمند بشه و خیلی زود به خواسته ها و آرزوهاش برسه. یک روز به طور ناگهانی پیرمرد دانایی رو میبینه که دیگران رو موعظه میکنه و به اون میگه روشی رو به من بگو که من خیلی زود به خواسته هام برسم. پیرمرد دانه ای رو میاره و داخل خاک میذاره و به اون نوجوان میگه اگر هر روز به این دانه آب بدی و مراقبش باشی و صبور باشی، این دانه به درختی بزرگ تبدیل خواهد شد. ولی اگر خاک رو کنار بزنی و ببینی این دانه آیا رشد کرده یا نه، اون خرابش میکنه. نوجوان پاک گیج شده بود، ولی پیرمرد به اون گفت تو هم مثل این دانه هستی. اگر برای رسیدن به خواستهات هر روز تلاش کنی و صبور باشی و در مسیر پیشرفت قرار بگیری، تو هم به خواستهات میرسی. عزیز، هیچ کس یک شبه و خیلی زود به موفقیت و ثروت نرسید. بیشتر راجع بهش